در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در بین همگی 4 روز از شهر سنت پتربورگ روسیه 466 مهاجر را اخراج کردند. داریا لیبدووا رهبر خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پتربورگ روسیه روز 3 مارس سال 2024 خبر داد که از 25 تا 29 مارس به دادگاه‌های این شهر 584 پرونده عاید به پایمال کردن قانون‌های مهاجرت سپرده شده و 515 پرونده علیه بررسی شده. در عموم بیش از 300 قرار در مورد اخراج شهروندان خارجی از روسیه صادر کرده شد. قرار دادگاه‌ها چنین است: 418 ویران کننده قانون‌های مهاجرت جریمه بسته شده، حکم اخراجشان نیز برآورده شد. 48 نفر دیگر باید جریمه سپرده خودشان مستقلانه قلمرو روسیه را ترک کنند. پرواز مستقلانه ولی زیر نظارت آنها از روسیه باید در ظرف 5 روز از زمان قوه قانونی گرفتن حکم اخراجشان صورت بگیرد. خبر داده است داریا لیبدووا سخنگوی دادگاه پتربورگ ادعا کرده است که گویا دادگاه‌ها حقوق مهاجران را پوره رعایت کردند، ولی معلوم نیست که چگونه دادگاه‌هایی که در یک مدت کوتاه پرونده صدها مهاجر را حل و فصل کردند امکان یافتند که حقوق آنها را باز پوره رعایت کنند. سوال را به وجود می‌آورد: حامیان حقوق میگویند دادگاه‌های روسیه معمولاً مهاجران را گمسود کرده پرونده‌های آنها را رویکی و بدون برگزاری یگان نو محکمه دادگاهی بررسی می‌کنند. یک دادرس می‌تواند در بین همگی چند دقیقه حکم اخراج ده‌ها مهاجر را امضا کند. در این وقتی که تقدیر آنها حل می‌شود، خود مهاجران مجبورند در رو دادگاه به تقدیر سر سپرده منتظر بشینند، چون که آنها را به حضور دادرسی که سرنوشتشان را حل می‌کند حتی راه نمی‌دهند. اخراج 446 مهاجر از پتربورگ در بین همگی 4 روز در حالی است که در طول تمام سال 2023 از این شهر همگی نزدیک 5000 خارجی را اخراج کردند. به تقریبا 11000 خارجی دیگر عبور مرز روسیه را ممنوع کرده بودند. در روسیه در پی حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو که دست کم 144 کشته به جا گذاشت، فشارها بالای مهاجران بالا گرفته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. با گمان دست داشتن در حمله دست کم 11 نفر دستگیر شدند که دست کم 8 نفرشان زادگان تاجیکستانند. در پی حمله 22 مارس روزهای آخر در گوشه‌های گوناگون روسیه ریت‌های ضد مهاجران زاده آسیای مرکزی افزایش یافته، مقامات تلفن‌ها و پلنشت‌های مهاجران را موشکافانه تفتیش می‌کنند که مبادا عضو کانال‌های مربوط به گروه‌های افراطی نشده باشند. مهاجران از افزایش برخورد منفی نسبت به آنها در سطح معیشی نیز زیاد شکایت می‌کنند. از جمله بعد حمله 22 مارس حالت‌هایی که ساکنان روسیه از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست بکشند زیاد شده. خبرها به دست می‌رسند که صاحب خانه‌ها اجاره دادن خانه‌هایشان به تاجیک‌ها و دیگر زادگان آسیای مرکزی را رد می‌کنند و تاجیک‌های علاقه اجاره نشین را از خانه‌هایشان بیرون کرده ایستادند.